از کدوم سمت گفته بیام؟ آها راسته جاده تراوری؟ دیگه پدر بجام 2 ساعت منتظرتم. باشه بابا خدا نگهدار. مردک جلبک یعنی کارم پیشش گیر نبود نسخه‌شو میپیچیدم. سلام و درود عشقای داداش. آقا به مدت 3 ماهه که واسه یک شرکت خصوصی کار میکنم که حقوقش هم چندان بدک نیست. الانم دقیقا یه بار واسم افتاده اونجا که بعد ساعت 2 اونجا بودم، ولی خب الان ساعت 2:30. همین مسیر گرد کن بیا این طرف. آها اینطوری خوبه. الو چی شدی داداش؟ چیه؟ الان ماشین رو میبرم جلو. به خدا اگه یابو میدادم دست تو سوار میشدی بهتر بود. همین 3 هفته پیش بود زدی ساق پامو شکستی. خیال رئیس یک ساقه دیگه، حالا هم یک سر بهش اضافه شد. یعنی باور کن خیلی دلم میخواد بندازمت بیرون، اما ما چی؟ یه بار دیگه به هم بگو رئیس چی گفتی دقیقا؟ هیچی برو. الان یدالله بار ماشین میکنه، فقط جون عزیزت سالم برسون این دفعه رو. قول نمیدم بهت ولی تلاشمو میکنم. 3 ساعت بعد. اوه چه شیشه ماشین کثیفه. چطوری من با این وضع رانندگی کنم؟ کو همین بغل نگهدار ترور تمیزش کنی؟ دورت بگردم عزیز، ماشاءالله مثل رخش شدی ها. فکر نمی کنم که این دستمال کافی بوده باشه، باید این رخش رو یک کارواش ببرم. دست و پنجه طلا عمو رحمت، خدا نگهدار. بچه‌ها یک آهنگ هایده همیرای چیزمون نشه خدا وکیلی. بکنم که همین نوار کاسته باشه. کو ظاهرا هم تنظیماتش به هم ریخته. تو با همین خودکاره اوکیش کن که بله تموم شده. را بزن پخشه که تو این خیابون خیلی میچسبه. یابو برو اون سم بزن، باید بیاد دیگه عجله دارم. شناسه مرده که همه زود بیا پایین ببینم اگه راست میگی. ببین حاجی من چند ساله که شغل شرافتمندانه رانندگی رو شروع کردم. از سعی میکنم که دیگه کسی رو کتک نزنم. برو خدا روزی تو یه جای دیگه حواله کنه. مثلا بخوای چیکار کنی؟ یه جا خالی یه مش نگاه، چیز خاصی نیست. نگاه یه بار دیگه یه مشت دیگه حوالت کنم کار تموم. وقت خداحافظ جوجو، بای بای. مردم واقعا رحم و مروت دیگه سرشو نمیشه تو رفتارشون. به نظرم که باید یک تجدید نظر بکنن توش. این هم بار سریع و سالم خدمتتون جناب. حالا پولمو رد کن بیا. مردک زدی ترکونی هرچی اون پشت بوده و بعد میگه سالمه؟ بذار من زنگ بزنم با پلیس باید تکلیف تو رو مشخص کنم. پول بار ماشین سریع بعد یادت باشه که با کی حرف میزنی. البته که سریع بعدی وجود نداره، ولی خب همه چی داشت اوکی پیش میرفت. نمیدونم خدای چشونه اینا. حوصله‌ام سر رفته خدا وکیلی. کو بذار یک زنگ بزنم به مایکل ببینم چه کاره. بچه تو داشت مایکل خوبی؟ چه خبرها؟ هیچی بگاهی داداش، از وقتی که ازدواج کردم دهنم سرویس شده. عیب نداره داداش. نگاه یه بار افتاده واسم سمت خونت پایه کوهنوردی هستی یا نه؟ آره تو رو خدا زود بیا دنبالم. بله من بارو که زدم زود جستی میام پیشه. بریم ببینیم چی میشه. داداش این بنزت بود میگفته با هم بریم. آره اگه ناراحتی تنهات بزن با این زندگی خوبه. چطوره؟ نه جون عزیزت، زود من از اینجا ببر فقط. اوه این زنته که داره دنبال ماشین میاد. آره برو تو نمیده سراغم بجو. که گفتی داداش خوشت نمیاد بزن همین بغل نگردم شاید کارت داره. من غلط کردم آقا، برو تو رو خدا زود باش. خیلی خوب پس برو بریم. خدا خفت نکنه ترور، این چه جایی ما رو آوردی؟ سلطان هر بار با چند تن بار میام اینجا احساس سرزنده بودن بهم دست میده. چون کسخولی به خاطر همونه. گفتی داداش؟ دقیق نشنیدم. هیچی بابا، جون عزیزت حواست به جلو باشه. خیلی خوب پس محکم بشین که میخوام 40 تا رو پر بکنم. آقا تو برنامه زدن 2 تن و 112 کیلوگرم، چرا رو باسکول 1 تن و 700 زده؟ چیکار کردی بقیه‌شو؟ یا داداش بقیهش اینجا میتونی برده نوش جان کنی. مردک بیمزه الان زنگ میزنه پیش صاحب کارت که دهنتو سرویس کنه. هر کاری که میخوای بکن اسکل. نشستی تو مایکل یا بریم که خیلی دیر شده. ترور داداش ببخشید اینطوری میگم ولی تو به نظرم راننده نشین لطف بزرگی به لس سانتوس کردی. به نظرم تو هم ببرم خونت بذارم شاید لاماندا خوشحال بشه از این قضیه. غلط کردم داداش، برو اصلا هر کاری که دلت
دلت میخواد انجام بده. ببین داداش، اصلا سلامت بار واسه مهم نیست. نگاه، اگه تو بتونی این بار رو برسونی بهت $100,000 میدم. فقط لازمه 12 کیلومتر ببرش اونورتر بذاریش. چی؟ 100,000 تا واسه 12 کیلومتر مسیر؟ من فقط $400 واسه همینو میگرفتم. مثلا خر رو تو گذاشتن اگه این کارو بکنی. داداش مطمئن باشین واسه نخود کشمیش ما رو نمیفرسته. حتما اون تو یه چیز میزایی هست که میگه برو. ما قول دادیم که دیگه کار خلاف انجام ندیم. میدونم داداش، تو ساکت باش وگرنه. خیلی خوب باشه هستم. آفرین. مشکلی نیست آقا، شما لوک دقیقش رو واسم تو مپ بزن خاطر جمع باشه. با خدا ما رو بدبخت میکنی ترور. یه بار با تو رفاقت کردم، ببین میتونی ما رو با این سن بندازی زندان. دیگه داری خیلی رو مخم میری ها مایکل. همین الان اصلا یا داداش حالا میخوای چیکار کنی؟ اونش با من فقط چفیه‌مو و بده از سوی داشبورد. شفیه واسه چیته؟ نکنی میخوای خفه کنی پلیسا رو؟ 2 دقیقه لال بمیر، فقط میگم بهت بده. آقای آفیسر بفرمایید مشکلی پیش آمده. مایکل داداش تو برو تو ماشین. گواهینامه و بارنامه‌تون رو بدید چک کنم. چطور بگم آقا، این دوست منگولم متاسفانه بارنامه رو جا گذاشته. خیلی خب، پس ماشین همینجا میمونه تا برید بارنامه رو بیارید. ببین آقای آفیسر، نه منو اذیت کن نه خودتو. بیا شیرینی سال جدید رو بگیر و به مسیر ادامه بده. حله؟ رشوه به مأمور قانون؟ بعدشم الان کلی از عید نوروز گذشته. من گفتم سال نو داداش. ببین با این پول میتونی با این همکارت که خیلی متشخص هستن یه هفته استراحت کنی. چقدر هست حالا؟ اونقدری هستش که بتونه راضی نگهت داره. خیلی خوب باشه، مشکلی نیست. فقط قبلش بذار بارتون رو چک کنم. به هر حال من مأمورم و معذور دیگه. اوکی مشکلی نیست، فقط میتونم برجینامه تو چک کنم. اگر برجینامه رو نمیدونی چیه، همون کد شناسایی پلیس، مثلا لینکن 11. باشه آقا، به راهتون ادامه بدید. داداش نگو که بازداشت شدیم. من هنوز جوونم، کلی آرزو دارم. اگر بازداشت بودم الان این تو بودم آخه خنگول. یارو رو پیچوندم به بازی رفتش. تازه شماره پلاکش هم برداشتم که اگر بخوای یه وقتی دست از پا خطا کنه اونم با خودمون بکشونیمش ته چا. عجب جونوری هستی تو ترور. خدایی کثافت‌تر از تو ندیدم. مرسی داداش، کثافتی از خودته. اوه اینجا رو داشته باش مایکل. ببین اگر چیزی شد تسلیم شیم. خواهی که بر اون سرت نخه. اگر چیزی شد میپری پاش فرمون فرار میکنی. یعنی اگر این زن و بچهش نبودن خودم از روی زمین برش میداشتم که یک موجود خنگ از این دنیا کم شه. سلام داداش، خوبی؟ اینم باری که میخواستی. ماشاءالله پسر، به موقع هم نیاوردی بالا، ولی خب مشکلی نیست. قربونت حاجی، انجام وظیفه بودش. یه چیزی تو را پلیسی که جلوتون رو نگرفت نه؟ چرا داداش، ولی به روش خودم حلش کردم. مشخصه، پس کارتو خوب بلدی. بگو ببینم پایه این هستی بیای تو این خط؟ اگر که مایه پایه توش باشه بله. چه جورم؟ آره بابا، بهت قول میدم که سر ما $2,000,000 کاسب شی. چشما این که خیلی خوبه. فقط ببین من اول کار یه کامیون خوب میخوام. چی میخوای؟ بگو برم واسه بچه ها بیارم. من باید ببینم که چه کامیونی میخوام. زرت انقدر زنگ نزن بهم، سرم شلوغه. خب سیمیان، کامیونا چند قیمتشون؟ گنج پیدا کردی داداش؟ نه خیر، من میخوام واسش بخرم. حالا به جای چه زبونی ببین آقا چی میخواد. باشه بفرما داداش دربه. حتما باید زور بالا سر اینا باشه، درکشون نمیکنم واقعا. این بده. نگاه داداش، کدومشون خفن ترین و گرون ترینه؟ من برند زیاد حالیم نمیشه. اون سر مغازه گرون ترین کامیونمون رو داریم که ارزشش چیزی حدود $700,000. واه چقدر خفن خدایی. فقط این با کفیه یا بدون کفی؟ بدون کفیه داداش تربه. آها درش که بازه ها، سوار شماره. اوف داخلشو ببینید بچه، چقدر خفن خدا وکیلی. هی داداش مایکل، تریلی بهم میاد. آره داداش، هم میاد هم میره.
حواست باشه ترور، چون پشت این تریلی 18 تن مواد مخدره. حتی از من جمع باشه رئیس. تازه رفیقم هم مسلحی و نمیذاریم اتفاقی بیفته. چطورید عشق خواهید داداش؟ حالتون چطوره؟ امروز آمدیم با یک بار فوق العاده خطرناک که اگر بگیرنمون قشنگ 3 بار اعداممون میکنن. البته که 3 بار نمیشه، ولی به 6 روش سامورایی مورد عنایتمون قرار میدن. پس گفتی 40-60 آره؟ چی؟ 60% تو؟ آره دیگه داداش، 60% کار رو من انجام میدم. تکیشو مثلا میشه بگی؟ خوبه که هم من بارشو ببرم هم صحبتاشو من انجام بدم. تو این وسط چه کاری؟ منو خب از پلیسا از اباحت هم میترسم. خیلی خوب با اباحت سعی خور. 50% تو 50% هم من. شت از این بدتر نمیشد یعنی. رئیس گفتش که تو این منطقه ممنوع نیست. داداش از همین راست بنداز بره. بعد شک نکنن یه وقت بهمون. نه تو برو، خاطر جمع باشه، من ضمانت میکنم. باشه این دفعه به حرف تو میکنم. خدایا کمکمون کن. تحویل بگیر داداش، پلیس انداختم بالمون. تفنگتو آماده پذیرایی کن که من هیچ وقت تسلیم اینا نمیشم. اما ماشاءالله تیمه، برو ببین پلیس لعنتی. هیچ کدومتون نمیتونید مانع پیشرفت من بشید. حیوان مایکل همینجوری بزنشون. آفرین داداش. 3 ماه بعد. به خدای قشنگتر از اینجا هم دیدید بچه؟ حتی تو رویاهام هم نمیتونستم یه همچین جایی رو تصور کنم. حالا وقت اینه که داداشتون تک تک جاهای اینجا رو نشونتون بده. این که داره در خونه رو میزنه؟ نکنه مایکله؟ البته که آدرس اینجا رو هنوز ندادم بهش. شیت این که پلیسه. ممنون از اینکه تا اینجای ویدیو همراه من بودین. اگر از این سبک ویدیوهای کامیونی خوشتون میاد حتما تو کامنت ها بنویسید که سری بعد با کدوم کرکتر بریم. اگر هنوز عضو کانال یوتیوبی من نشدی همین الان سابسکرایب هم بزن و لایک یادت نره. پس تا ویدیوی بعدی یا